سلام، امروز میخوام یه مرغ ترش رشتی بهتون یاد بدم. مرغا رو قشنگ توی روغن تفت دادم، بهش زرچوبه و نمک زدم. وقتی که قشنگ تفت خورد، سبزی رو بهش اضافه کردم. چون سبزی خوب سرخ شده دیگه نیاز نیست یا تفت بخوره. بعد داخلش آب جوش ریختم تا جایی که روی مرغ رو بپوشونه. برای ترشیش از آب غوره استفاده کردم. چون من لپه رو نیم پز میکنم، فریز میکنم، یه خورده دیرتر بهش اضافه کردم. وقتی که یکم جوشید یه دونه تخم مرغ شکستم، هم زدم و بهش اضافه کردم. دیگه گذاشتم قشنگ جا بیفته. به همین راحتی مرغ ترش ما آماده شد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نوش جان.